لیکن همش گذشت. انا بیم نقص شده. بیمارمون نقص شده است. من هم از شما اجازتی رفتن گیرم. تشکر زیاد. روزی خوش. اوسیا چه خیلی از خوب است. پروا نکنید، او خوب است. لیکن اگر زنتون او را به زودی نمی آورد کی ها می مرد؟ به من گوش کن. به کسی چیزی نمیگویی. این رو دانستم. پروا نکنید. چه خیلی شدی؟ خوب هستی؟ کمی بهتر شدم. بشر، او باید کمی استراحت کند. درست میگویی. برایم کمی استراحت کند. بشر، باید صحبت کنیم. صحبت میکنیم آشه جان، صحبت میکنیم. تو به حجره گذر، من میویم. چی خیل زهر دادنت رو با من نقل کن. خدایا بسیار خسته شدم اکنون. بسیار خسته شدم. به تو پناه میبرم. من میخواستم که مراد نیست شود، از حیاتمان رود. میخواستم، لیکن وی را در آن حال دیدن زمان، آن خیلی بیهوش دیدن زمان، آنقدر پشیمان شدم که یعنی معلوم میشود که به اندازه جنایتی یک عمر در حبس افتادن مرا دوست می‌داشته ای عایشه؟ دوست می‌دارم، بسیار دوست می‌دارم. چنان دوست می‌دارم که با وصیت تقسیم کردن نمی‌توانم. از همین سبب قرار دادم که از تو جدا شوم. این قرار قدیمی من است بشر. این چی گفتنی گپ است عایشه؟ تمام شد. تو انتخابت را کردی. این چی گفتنی گپ انتخابت را کردی؟ عایشه، تو زنی من هستی، حیاتم هستی. البته که انتخابم تو هستی. آسیا با من یک پسر دهد دیگر پروایش ندارم. در حقیقت آسیا رو از این خانه رانده میتوانی. یگانه خواهشت پسر بچه است. بله، البته که عایشه. نباشد آسیا از این خانه میرود. و تو پسر بچه میدادگی دختر رو من مییابم. من انتخاب میکنم. مایلش بشر. مایلش قبول میکنم. من رو انتظار شد.
خوجین چی گپ شده ایستاده است؟ چی گپ زدید با مریم؟ آسیا رو فهمیده است. دادنی نیست البته. یا این که میدید دیوانه نشو حمدی. مریم به آسیا همه چیز رو نقل میکند. اگر آسیا حقیقت رو فهمد ما محو میشویم، تمام میشویم. آسیا خالش رو یگان وقت نمیبیند. انا همون دختر. یاسمان به ما فرزند میدهد، بعد میرود. مایلش اویشه چه خیلی که تو خواهی. خوجین آخر به مهمانم جای ایستادن تیار کنید. نه من نمیخواهم. من یگان کس رو موقتی گرفتن نمیخواهم. خانم آسیا من به شما باور کردم. خیال کردم که شما مرا نجات میدهید. شما باشید مجبور مرا با شوهرتان نکاح میکنید. یاسمان ایستا میفهمانم. ایستا میگویم. ایستا گوش کن. بزوری نمیگویم. من از تو یاری طلب میکنم. من چاره دیگر ندارم. اگر تو با من یاری نرسونی آسیا از شوهرم کودک میکند. من میترسم که وای به آسیا عاشق میشود. از همین سبب به یاریت احتیاج دارم. لیکن اگر تو نخواهی نمیشود. چی کار میکنی؟ به همان حیاتت بر میگردی؟ نه من اصلا بر نمیگردم. دیگر اصلا به اون حیات بر نمیگردم. اصلا بر نمیگردم. رفت کمی استراحت کن اگر خواهی. آیشه آسیا در حجره‌اش است. بله خانم آیشه. آسیا حالت خوب است؟ بله خوب هستم. مادامی که خود رو نعزیز میکنی نباشد اشیاء رو جمع کن. چی گفتم میخواهی؟ این میروی گفتنی گپ است. به من گوش کن. این دختر یاسمان مرا نمیشناسد. نه خوجین یاسمان فقط ملا را میشناسد. نخس نباشد یاسمان صاحب حقیقی نکاح خانه بودن مولا نمیداند. خوجین چه خیلی میشود این کار؟ این یاسمان از ملا نمی بود، فرستانده نمیشد. همین خیل بود. وی را متخصص کاردان نکاح میکردیم. بعد با نوارهای در دستمان بوده از وی خواستگیمان را میگرفتیم. لیکن این طور نشد. معلوم میشود که حیاتم رو تو سوزاندنی بودی. برای نکاح به جای یاسمان آسیا را میفرستیم. آسیا رو؟ آسیا شما باز کی؟ یکدیگر رو نمیشناسیم لیکن گپ زدنمون در کار. از اینجا باید روی. گریز خود رو خلاص کن. من به این هم از اینجا میروم. چرا گریزم؟ دروغ است نمیفرستند. به جای من تو را میفرستانند. این چی گفتنی گپ است میدونی؟ در حیات مردن هر هفته با یک آدمی نو بودن میدونی چی است؟
وقتی خواب کردن است دعا میکنی که نخیزی. میدونی که این چی است؟ آیشه یاسمان در کجا؟ در کدام حجره جای گیر کردید؟ رو مایلش چقدر که میتوانی دور رو. بشر یاسمان تکلیفمان رو قبول کرد. با ما یک فرزند میدهد. همین طور نه یاسمان؟ بله قبول میکنم جناب. خانم آسیا و کجا؟ پراکنده شوید. نتیجه های تحلیل خون برآمد. از روی این نتیجه ها دیر نکردم امی خیل نه؟ سیلدا امروز تو از کار آزاد نبودی؟ نه جانم در همین جاها بودم. رحمت برای بجایم معاینه کردنت دوامش رو خودم حل میکنم. خیر دکتر نتیجه ها چگونند؟ بله یعنی نتیجه چونی نشون میدهد حالی کودک خیلی خوب است. یعنی از روی نتیجه ها آرزو حامله است؟ البته حامله دار است. حالی هر دویشان خوب است. و سخنان دیگران باور نکن التماس. دیدی کریم بسیار سالم بوده است و سخنان دیگران باور نکن. خنجر یک خنجر دو. خنجر یک خنجر دو گوش میکند. درها به چهره‌های کنوره از کرون رو انتقال کن. تیاری دیده بشود تو هم اشتراک میکنی. فهم خنجر یک انتقال میکنم. خوب خیر من باید روم. تو هم تیار شو. در بیرون تو رو انتظار میشم. مایلش کی پولم رو میدهی؟ باز حیاتت رو نجات دادم. پروا نکن در مدت کوتاه‌ترین پرداخت میکنم. دراز نکشد. نباشد شوهری دوست دارد نتیجه های حقیقی تحلیل رو میفهمد. انا در اونجا. دیدی کریم؟ در حقیقت حامله بودم. چه خیلی با من باور نمیکنی کریم؟ من تنها به خدا گفتنت باور میکنم آرزو. نفهمیدم.
تو چیکار میکنی؟ کریم، آنها از قفای من هستند. کیها؟ ای دختر تو چی مقصد داری؟ آرزو یک لحظه صبر کن. کریم، من از خانه گریختم. иброҳим чӣ гап аст? сардор окилан рафтанамон дар кор. мошини қочоқчон дар роҳ будааст. орзу, осияро ба қароргоҳ бар. ман барам? бале, ту бар. гӯш кун, ба сари ин духтар чизе ояд, ту гунаҳгор ҳастӣ. пештаро. як мошин омада истодааст. як мошин сардор. эҳтимоли калон 4 ё 5 духтар меорад. сардори калонияшон ҳам ҳамин ҷо мешавад. аз ҳама сардори калон кист? башар каратай. аниқ ӯ барои духтарон меояд. бояд ҳушёр бошем иброҳим. онҳоро аснои ҷиноят дастгир мекунем. خودش چی گپ است؟ آرزو، تو مرا به کجا میبری؟ ماشین را نگاه دار میگویم. جنابی بشر، آسیا در نزدم. به خانه برم؟ مایلش. ماشین را نگاه دار میگویم آرزو. کریم را نشنیدی چی گفت؟ به پاسبانگاه برگو. به کجا میبری تو مرا؟ انا ایستادم. اینها کی هستند؟ تو رو میدوزدم آسیا. نه. فرار. نه. فرار گفتم. فرار از ماشینی من. نه. نه، سر دهید میگویم. سر دهید میگویم. سر دهید. مرا سر دهید. دمت رو گیر. سر دهید مرا. از خدا بی‌ترس آرزو. سر دهید مرا. سر دهید. تو چی کار کردی؟ دیوانه شدی؟ جنابی بشر این رو خواست. الو جنابی بشر، دختر رو گرفتیم، چیکار کنیم؟ دختر را به خانه شیخ نور برید. حمدی، ماشین رو تیار کن، دیر نمانه. بشر، بخیر است؟ به کجا میروی؟ یک چند کاری حل میکردگی دارم، میآیم. گفتگی بر این دختری نو آمدگی یاسمن در کجاست؟ نمیدونم، باید در حجرهش باشد. تو در کجا میگردی؟ به خونه اپای قیزبانم رفته بودم. بشر چیکار کرده ایستاده‌ای؟ نمیروی. به اجازت من حتی قدم نمیمانی. اگر در اینجا زندگی کردن خواهی، با قاعده های من زندگی میکنی. خوجاین، دختر در راه است. فقط با عاطف تماس نمودیم. کریم کماندیر عسکرها رو گرفته به سرحد رفته است. با کارمون خلل رساندنش ممکن. خلل رسانده نمیتواند. وقتی دختران رو گرفتن ما و با اوسیش مشغول میشود. رفته. سردهید میگویم. دمت را گیر. سردهید. سردهید. اسکران، هر دوی شما به بالا. دوید، سردار، تو رفتن نظارت کن. ماشین بیاید، حتما خبر ده. اطاعت سردارم. بیدم.
гап зан орзу чӣ шуд? осияро дуздиданд. сафсата нагӯӣ духтар, шӯхӣ мекунӣ? аз мошини равон ки шуморо медуздад? бо мошин пеши роҳамонро гирифтанд. ниқоб доштанд. пеши роҳашонро гирифтанӣ шудам, лекин қувват накардам. осияро дуздиданд. моро ҳам зарба задам. бисёр тарсидам. Карим, орзу гӯш кун. агар бо ман ягон найрангӣ кунӣ. Карим, гуноҳамро нагир, илтимос. маро қариб мекуштанд, ту намефаҳмӣ. телефонро ба ягон аскар диҳ. Карим аст. лабай сардор. аскар чӣ гап аст? вақти ба ҷои ҳодиса расиданамон орзу хонумро латукуб карда гиёфтем сардор. ваъди ҳодисаро муайян мекунем. фаҳмо. аскар гӯш кун. баъди гирифтани баёноташ ӯро сар надиҳед. боз ҳамаро нашӯронад. хуб шуда сардорам. сардиҳед мегӯям. лаънатиҳои бешараф. осия, аз тири душманию рӯзе аз тири ту мемирам. лаънатиҳои палид. биномусҳо. шафшафт накун гавзан лаънатӣ. сардор, агар ҷасорат дошта бошӣ ба назди купруки кӯҳна биё. он ҷо чӣ буданамонро ба ту мегӯем. ягон масъалаи муҳим набудаги сардор? ҳаст иброҳим. осияро дуздида моро назди купруки кӯҳна даъват мекунад. меравед сардор? сарбозон ҷамъ шавед. карим ба дурӯғ бовар кард. биё рафтем. сардор, барои чӣ истодем? гумон мекунанд мо рафтаем иброҳим. дом бар зидди дом. нафаҳмидам сардор, барои чӣ осияро дуздидам? ин қоидаи кор аст иброҳим. ягон шағол дар вохӯрии аввал суроға намедиҳад. осия дар назди купруки кӯҳна нест. мақсадашон маро аз инҷо дур кардан аст. тарсуҳо. набошад ҳозир чӣ кор мекунем сардор? мо башарро ба дом меафтонем. ту ба қароргоҳ занг зан. ду аскарро ба купруки кӯҳна фиристанд. ин аз эҳтиёт аст. аскарон, дар ҷойҳои худ пинҳон шавед. итоат сардор. این کار رو بیندن؟ ба мулло занг зан. омадани духтаронро хабар деҳ. сардор, мошин намудор шуд. бе ишораи ман касе ангушташро наҷунбонад. фаҳмо? фаҳмидам сардор. ҷаноб башар меояд, духтаронро фарорем. не олоист. аз оғои башар ягон раҳпулӣ нагирифта фарорем духтаронро. ин хел намешавад бародар. ҳамин хел не духтаро? киссаи мо ҳам каме пулро бинад. ҳамин хел не духтарон? маро интизор шавед.
чораамро интизор шавед. عطیف ایستا! عطیف! عبدی بدوم افتاده قفا برگرد ما رو بدوم افتاندن نمیگذاریم که او رود مرا حمایت کنه. سربازان مانع شوید. ابراهیم این رو بگیر. لعنتی ها اینها رو کشایید. زود زود باشید. عطیف لابای سردور چرا به امر اطاعت نمی کنی؟ عذر میخواهم سردور. چند مراتب من تو را آگاه کردم. باید که به امر اطاعت کنی. ماهی کلان کجاست؟ نیست. گریخت. دیگر این کارت را تکرار نکن که جزا میدیم. سردار از کفر کنه خبر اومد. دو عسکری فرستاده‌امون همه رو کفتن. یگان چیز نیست. یگان چیز نیفتن. حیران نشدم ابراهیم. خدایا تو به من مدد رسون. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حمدی تو نیا با قفا برگرد. ممکنه از قفا پرتاب گذاشته باشیم اونها را تازه کن. اطاعت خوجین. اکنون سردار شد. نباشد لتینان کریم راه طرفی تکلیف دارم. با پیش درونم گرد شد. کریم چایت رو خنک نکن. کریم گپ زن. Uzak olmuş, dersli doğmuş, mahzun olmuş, yetim gönüller. تو با من نگاه کن. Bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem yanır koza kor gibi hayat yolunda. Öyle içten, öyle derin, öyle sevmişler. Aşkın ateşler. ملا این دختر را خوب نگاه کن. با دقت باش. مایلش آقای بشر. اگر وی را فتح کنم تمام دنیا را فتح کردگی می حسابم. Adı Asya. Bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem yanık, o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten, öyle derin, öyle sevmişler. Kifoya, iltimas kifoya. به فکر من هم کفایه. Seven gönüller. به این هم تو به این خنوکی بسیار طاقت کردن نمیتوانی ها؟ طاقت کنی هم شغال ها تو را زنده نمیگذارن ها؟ خیر من رفتم برادر. ایستو
بیستو نقل میکنم. ما رو اینقدر خسته نکرده میگفتی میمردی؟ بگو با کی علاقه داری؟ برای این دختران با کی بخوردی؟ شنور. شنور کیست حیوان؟ زرساز. با فکرم خشی مولا بوده است. خیر بگو این دختران رو چیکار میکردن؟ یک دختر مهم بوده است. وی را نیکای موقتی میکرده است. کیست وی کیست؟ نمیدونم. ما راننده ایم. سوال بسیار نمیپرسیم. مرا گوش کن. تو چیزی رو میدونی زود بگو. نمیدونم. رسمی دختر است. در کجا؟ در تلفن اینجا. آسیه است کو؟ سردهید گفتم. سردهید میگویم با شما. سردهید نمیروم. منو سردهید نمیروم. سردهید آخه. سردهید با شما میگویم. سردهید منو. سردهید آخه. سردهید. الو سردهید آخه. سردهید. آسیه دخترم چی کار میکنه دخترم را؟ از روی شرطمان آسیه را آورده ایستادم. در جای مصلحت کردم ما میخوریم. ما برابر اومده. آسیه دخترم تو در کجایی؟ با کی هستی دخترم؟ کاش رویت را میدیدم. آسیه کی هستی؟ سلام آقای بشر آوردم. انا حاضر تو مردی. التماس نکن. کلمات رو عرض کن. خوجین
کاری مریم تمام. از جری به پایان رفتیم. از مردنش آگاه باش. به پایان فرا. مردهش رو یافته به من زنگ زن. به شفت بگو آسیا را با نرخ ارزان دادم با حجتهایش. خواسته گشت برای نکاح موقتی کرده میتواند. دختر که تیار شد خودش نکاح میکند. کاری خوب برآوردیم الله. من این کار را به این هم برای رضاگی خدا میکنم خوجه این. با من هم شوخی میکنی ها؟ ما زبان را همین طور آموختیم. آسیا را نکاح کن. میلش خوجه این. کنی اینجا بیا. چی شده ایستادن؟ کنی سردی هد میگویم. بیا گفتم. مرحمت، خوش آمدین. خوش باشی شنور. این دختر رو گرفته به طاهر بای تیار کن. سردی هد میگویم با من دست نرسونید. دخترم گریه نکنی خیلی. طاهر بای از 70 بالا است. آدمی خوب است. تو را خرسند میکند. دینمون دین آسانی است دخترم. بین به همه یاری میرسونم و تو هم یاری میرسونم. امروز تو را با طاهر بای نکاح میکنم. پیر باشد هم از احوال آدمان با خبر است. این کاری درست نیست. نباید این خیل شود. این از حد گذرانیدن است و در دینمون به این خیل چیز جای نیست. التماس گذارید من روم. التماس نامی خدا را گرفته مرا به زنا پیش نکنید. التجا میکنم مرا به حالم گذارید. توبه گوی یا اینکه من به تو گپ زدن رو یاد میدیم. مولو تلفنت زنگ میزند. گوش میکنم. دختر را پنهان کن. کریم آمده ایستاده است. میلش بیا کنی بیا. سردی هد میگویم. در را کشو. لبای سردار یک طرفی است. زن نیست. مریم نیست. چی گپ؟ خوجه این زن نیست. مریم نیست. از جری افتادگی زن به کجا می رود؟ مرد نگفتی به من. مرا دیوانه نکن. نمیدونم. زن نیست. همه جا را کاب. شاید دیگون کسی یاری رسانده باشد. بردگی باشد. میلش خوجه این. در خونه کسی نیست؟ یگان کس نیست. کی باید میشود؟ دارو در کار است. همش بی ضرر است از گیاها. با من نگر. اگر در خونه کسی را یابم این همه را به تو میخورانم. فهمو؟ کلید این جوان در کجاست؟ نیست. نمیدونم. نه حتما باید شکنم ها؟ خوب ایستو نشکن. کلید جوان در بیرون. حاضر میارم. رو بیار. مرحمت سردار. ببخشید. با ما خبری مخفی رسید.
лекин асосе надоштааст. баъзан чунин мешавад. хайр, бори дигар бубахшед. ҳеҷ гап не. роҳи сафед барори кор. рафт. ҳарчи зудтар равем. ин корро зуд буд кунем. боз дастгир нашавем. қани роҳ кард. سردیهت میگویم. سردیهت آخه. التماس نکنید. التماس مرا سر دهید. التماس التماس مرا سر دهید. اوسیا گوش کن دخترم. حاضر این خیلی فکر میکنی لیکن بعد میفهمی که من حق هستم. با من دعا میکنی. تو اکنون دختری کلون هستی. این رو قبول کن. از این گریخته نمیشود. اکنون فکری پول کار کردن رو کن. کمتر بعد طاهر بوی میآید. التماس مرا سر دهید. التماس. خدایا چی می شود؟ به من مدد رسان. بغیر از تو کسی دیگر ندارم. التجا میکنم. مرحمت طاهر بای. دختر در درون انتظار است. مرحمت در آمده بینید. می شود گویه درها شما رو نگاه میکنم. خدایا التجا میکنم یاری رسان. مرحمت طاهر بای. از برای خدا ایستید. از برای خدا از من دور شوید. نکنید این کار را. دست نرسان به من. دست نرسان به من. کریم. آسیا آروم شو. گوش کن. کمی پس اینجا ما رو نیکوهی موته میکنند. بعد یک جای برآمده به شوبه میرویم. خوب؟ تو تنها آروم باش. ما چی کار میکنیم؟ هیچ چیز نمیشود. از اینجا یک جای میبریم. فهمو؟ چخیر طاهر بای می شود. نکاح را کنیم. بسیار نقص. مرحمت شما درون درآیید. ما هم زود کارمان رو سر میکنیم. این کی باشد؟ کنیبین کی بوده است؟ طاهر بای نمایان شده شناس شدن نخواهی به حجره دیگر گذر. یاری رسان کسی مرا زده بیهوش کرد. این آدم مرا زده بیهوش کرد. لباسهایم را پوشیده به جای من گذاشت. این طرف گذر. تو هم گذر. گذر ساز بگو چرا این دختر رو دزدیدید؟ به خدا من گناه ندارم. برای ثواب گرفتن یاری میرساند. به من نگر. از این مسئله رهایی یافتن خواهی به من همش رو میگویی. این آدم
духтарро чӣ кор карданӣ будед? никоҳи муваққатӣ карданӣ буданд. ӯро ба он тарафи сарҳад барои истифода бояд мебурданд. агар мерафт дигар баргаштанаш амри маҳол буд. илтимос маро сар диҳед. ба ман роҳбари калонатон дар кор. аслан ман медонам ки ин кори кист, вале ба ман шоҳид лозим аст. бигӯ, бигӯ. сардори калон. карим, карим, карим. карим باهوش اوی. کریم اینجا بیا، اینجا بیا. سردید منو. کریم اینجا بیا. گپ زن. سردید. گپ زن شنور خانم. بس سردار چی گفتی ها؟ هیچ. یگان چیز نقل نکردم. پران این اسکر رو که زود خلاص شویم. دروغ میگوید. دروغ میگوید این زن. ما را فروخت. همه چیز را نقل کرد. هر دوش رو نیست کن ملا. نه التماس نکنید این کارو. این اسکر رو هم نابود کن. زودتر. تو دختر رو گرفته را بعد دیگرش کارت نباشد. کنی؟ کریم. رفتیم کنی؟ رفتیم. کریم. رفتیم. الو آقای بشر. چی شد ملا؟ به اینجا اسکر زده در آمد. حالا در زمین بیهوش خواب است. با او چیکار کنم؟ ابله را از ده پیش کنیم از موری می درآید. میلش من می آیم. کمتر بعد اونجا می شدم. بیش درا با تو میگویم. کنی راگرد. سردید نمیرم و میگویم سردید. میگویم با تو. سردید مرا سردید. کنی راگرد. کنی زود باش راگرد. من برای تو با کارهای ناشایم دست زدم. حالا همین خیر. پیش درا. کنی رفتیم. زود باش گفتم. زود باش. سردید آخر مرا. پیش درا. سردید. سوار شو با ماشین سوار شو. سردید. کنی با حالم گذارید مرا. سردید. زود باش با ماشین درا. زود با ماشین درا. کنی زودتر درا گفتم. نمیروم. کاری خوب کردی ملا. خیلی کاری خوب. با سلاح سردار شنور را کشتم. با این سردار چیکار کنیم؟ البته که میکشیم. 1 دقیقه. تو شنور را با سلاح کریم پراندی؟ بله. نباشد این خیل میکنیم. کریم اینجا را پخش کرد، هجوم کرد، شنور را پراند. تو هم رسیده کریم را بیهوش کردی. اینن همین خیل. نباشد به پلیس زنگ زن. آمده جنایتکار را گیرن. عاشقان بیچاره، یکیش به حبس دیگرش به فلاکت. الو به شما یک خبر دادنیم. سردید مرا به کجا میبرید؟ نکاح موقتی نیمکاله رو تمام میکنیم. اصلا به چون این کار اجازت نمیدیم. کریم مرا مییابد. اون شما میبینید. کریم اول جان خودش رو خلاص کند. خدایا التجا میکنم به من یاری رسون. التجا میکنم. ملا من میبرایم.
تو هم آخرین بار به اطرافت نگر. در پستان اثری نماند. تو پروا نکن آقای بشر. سردار از این پس باقی مانده عمرش را در حبسخانه میگذراند. آسیا کجاست؟ مرا سرده نمیدانم. طاهر کیست؟ سرده مرا میلش. طاهر به خانه اش برد. وی در راه است. کیست این طاهر؟ در کجا او را یابم؟ گبزن گبزن. کیست این طاهر؟ گبزن گبزن یا به سرت میپرانم. برخیز. اکنون مرا به حالم گذار. در کجا بودنی آسیا رو میدانی؟ نمت را گیر. ملا در را کشا. این طرف گذار. رو در را کشا. چی شد؟ آن آواز سلاح چی بود؟ آدمی که در درون بود سلاح کشید و بعد گریخته رفت. سلاح کشید لیکن تو را نپران. کاش که میپران. از تو بر این یک ناتوان خلاص میشدم. یک آدم را صاحبی کردن نتوانید. تو یک آدم و یک آدمی دیوانه پرزور. گپ نمیزدم حتی مرا میکشت. چی گپ زدی ها؟ چی گپ زدی؟ یا اینکه جای آسیا را گفتی؟ خدا جزایت را دهد. دعا کن که وگرنه با تو کار دارم ملا. چیکار میکنیم آقای بشر؟ آدم را هم از دست دادیم. با آنها چنین میگویی؟ کریم به خانه زده در آمد، شنور را کشت، مرا هم یردار کرد. خب لیکن من یردار نیستم کو. چیکار کردی تو آقای بشر؟ مرا گوش کن. هرگز خطا نکنی. نباشد دفعه دیگر من رئیست میپرونم. مرا فهمیدی؟ حاضر درون در راه. وقتی که پلیس آمد گفته مرا به وی نقل کن. در را کشا اسکر. کشا در را کشا. یک خبر داده شده است. کابه خبر را من دادم. کریم سردار آمد، شنو را کشت و بعد گریخته رفت. با من نگر. هرگز تهمت کنم نگوی. سردار کریم عسکری با شرف و با وجدان است. یک زنی بیگناه را میکشتگی بر این ظالم نیست. حاضر در اینجا چی شده باشد همش را درستش را میخواهم. قسم میخورم سردار،
راستش را میگویم. حتی مرا میکشت. در لحظه آخری نجات یافتم. سردار گنرال زنگ میزند. امر کنید سردار. ابراهیم وضعیت چگونه است؟ سردار به جای حادثه آمدم. شاهد جنایت میگوید که لیتنانت کریم این کارو کرده است. امرتون چیست؟ کریم را یافته بعد بیایید. فهمیدی ابراهیم؟ حالا لیتنانت کریم همچون شخص شوخناک در جستجو است. به همه گروه ها خبر دید. یافته بیارید وی را. اطاعت سردار. این را اول به بیمارخانه، بعداً برای افادهش به شو ببرید. یک گروه هم با من یک جای است. برای کریم را یافتن. خوب شده سردارم. مگر این به تو میزیبد؟ گپ زن ابراهیم. سردار عاجلا به اینجا آمدنتون لازم. در حق شما خبر هست. چی ها میگویی؟ چگونه خبر؟ سردار جنایت شنور تشبش را کردن شما رو میگوید. گنرال عاجلا شما رو به شوبه آوردن ما رو امر کرد. دروغ میگویند لعنتی ها. تهمت میکنند ابراهیم. من هیچ گونه جنایت نکردم. باید آسیه را یابم تا نقابی بشر را نگیرم. بیگناهیم آشکار نمیشود. سردار التماس مرا در وضعیت مشکل نگذارید. به شوبه رفتنمان در کار. شما را دستگیر کنم هم به این مجبورم. از گنرال امر گرفتم. پس وظیفت را کن اسکر. با تلفن به من بسیار نلق. توانی مرا دستگیر کن. به شوبه زنگ زنید. تلفن لیتنانت کریم را به کاف تو کاف گیرند. ایزش را یافتنمان در کار. به همه گروه ها گپ زنید. هوشیار باشند. کنی جمع شوید. میرویم. اطاعت سردار. چی گپ شد؟ بنزین تمام شد. ای خدایا این نامدی کار را بین. وقتی تمام شدن بنزین است مگر. این ظرف را گیر و زود بنزین یافته بیار. زودتر باش. باز دیر نکنی. این سراحت را به من ده. زودتر باش. چه جنگ جنگ داری؟ چه جنگ جنگ داری ها؟ ها؟ چقدر ارک کلام کردن تو را؟ با من نگر. من به بشر مانند نیستم. به این هم عصبیم. میکشم تو را. فهمیدی؟ التماس مرا سر دهید. التجا میکنم. من به روح خودم روم. قسم میخورم نه شما نه بشر را ناراحت نمیکنم. از راحتان نمیبرایم. التجا میکنم. به یگان کس هم یگان چیز نمیگویم. تو مال من هستی. مال منی. میفهمی؟ برای تو پولی کلان دادم من. تو را به یگان کس نمیدیم. فهمیدی؟
فهمیدی این را؟ سردیه نگریز نگریز میگویم با تو نگریز 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 میگویم با تو نگریز بهترش میمیرم ولی من نمیگردم سردارم نجنبید نگریز میگویم نگریز میکشمت